سلام بچه ها، حالتون چطور؟ با کما هستم و خوش اومدید به یکی و با عرض تأسف به مناسبت از منطقیه یک اپیزود دیگه از ماینکرافت وان بلاک اومدیم این سری. بله نه اومدیم فارما رو خراب کنیم، ولی اومدیم این سری که یه سری کارهای مهم رو بکنیم. اولا ما قرار بود که فارم آهن بسازیم چون به شدت نیاز داریم و اینجور داستانا. و دومین چیزی که الان میخوایم اینی که این اولین چیزیه که میخوایم و واسه این کار ما این اپیزود میخوایم که بریم فارم ماب بسازیم. میدونم 10 اپیزود همین نیت رو داریم، ولی خب این سری دیگه واقعا عملیش میکنیم. اما حدس میزنیم فارم ماب رو واسه چی میخوایم؟ خب ما واسه بیرید کردن ویلیجرها نیاز به غذا داریم، غذای زیاد. خب همین جوریش هم که ما نمیتونیم الکی هویج و اینا در بیاریم، یا باید خیلی وقت بذاریم که این خیلی خوب گزینه بدیه، یا باید خیلی بومیل داشته باشیم که متاسفانه توی این وان بلاک بومیل داریم ولی نه در اون حد. پس مجبوریم واسه این کار الان محصولات کشاورزیمون رو زیاد کنیم و بریم سراغ این که فارمو بسازیم. فارم هم توش اسکلتن اینا هست دیگه، قشنگ بومیل میده و برای کارهای بعدیمونم میتونیم از اون استفاده کنیم. اوکی، اینا رو بکارم. خب برای حرکت اول این فارم ما باید بریم این درخته رو بزنیم. بریم. خب واسه این کارا فکر کنم هم چوب مورد نیازشو داریم، هم بقیه وسایل مورد نیازش. وسایلی که میخوایم چیه نمیدونم حقیقتا خودم. اوکی بچه ها، متریال هایی که داریم ایناست: چوب و برگ. همینقدر متریال داریم. تو کامنت ها فوش ننویسیم واسم. اوکی، من تصمیم گرفتم که به این سمت بریم چون این سمت الان خلوت ترین سمتیه که داریم، پس همین ور رو میگیریم و میریم. اوکی اینو رفتیم. فقط من یادم افتاد قبل از هر چیزی به واتر باکت نیاز داریم که تو لیوزا بتونیم کلاچ کنیم. منطق واقعا نمیفهمم واسه چی داشتم این حرفو میزدم. اوکی مرسی واقعا که ریستارت کردی توش. اینو بغل میکنیم این استوانه رو و همینو میریم بالا. اوکی بچه ها، به موفقیت عظیمی دست پیدا کردیم. تا همین الانش هم ما تا اینجاش نیومده بودیم. حالا اینو 8 میریم اونورتری. حالا همین کار رو با این 4 طرف دیگه انجام میدیم. اوکی بعد از اینکه این کار کردیم یه 4-5 هندونه بزنیم تو گوشتمون. ملت هویج طلایی میخورن، فخر فروخی میکنن، فخر فروشی البته، ولی خب فخر فروخی میکنن. بعد ما اینجا داریم الله اکبر. اوکی بعد از اینکه هر 4 طرف رو این شکلی کردیم میخوابیم. خب حالا که صبح شد همینو میایم بالا و این مربع هاش رو به هم وصل میکنیم. اینا رو باید همه رو به هم وصل کنیم و توش رو پر کنیم. اوکی بعد از اینکه اینا رو پر کردید مطمئن میشید که ریسورساتون کافی نیست و یک دیوار به ارتفاع 3 دور اینجا میکشین. حالا که دورشو بستین تا جایی که جا داره سعی میکنین سقفش رو ببندین. چرا میگم تا جایی که جا داره؟ چون من دیگه وسایلم نمیرسه. اوکی بریم یکم مرسی واقعا بریم یکم وسیله پسیله جمع کنیم که بیایم هم ترپ دور باید بزنیم هم باید اینا رو اوکی کنیم. اوکی متریال رو دوباره حاضر کردیم و بزن بریم ادامهش رو بسازیم. اوکی به نظرم بهتر قبل از اینکه سقف رو تکمیل کنیم ترپ دور تکمیل کنیم. این 64 تا فکر کنم به همش میرسه. خب
آقا تا همین یه ذره نور واسمون باقیه اینو بکنیم. بله خب این رو ور میداریم. الان یک آب بی نهایت درست میکنیم اینجا، چون الان کلی با آب کار داریم. اونایی که سریای منو دیدن میدونن الان باید چی کار کنیم، سریای آموزشی و اینا رو دیدن میدونن الان جریانت چه قراره. این آبم ور میداریم میزنیم اینجا. الان آب بی نهایت داریم. خب میایم اینا رو باز میکنیم، اینجا آب میریزیم که مابها از طریق آب میرن میفتن اون پایین و شتک میشن. خب این سقفم دیگه الان میبندیم و بدبختی اصلی تازه شروع میشه که بیا تو این شرایط مسیریابی کن. اوه یا ابوالفضل یهو افتادیم. خب تا چیزی اسپان نشده باید خیلی زود بریم. آبو ورداریم اینو و نه آبو وردار. خب آبو برداشتیم بریم. اوکی. حالا ترپدور رو میذاریم و تمام. پیروزی از آن ماست، شاید هم از این ماست. اینا یک بلاک این رو تشخیص میدن دیگه نمیتونن ما رو بزنن. هوری! اینم بزنم که دیگه بیفتن ولی هیچیشون نشه. و این ترپدورا رو نه، چون بیبی زامبی میاد میتونه قشنگ بگیره به چخ بدتمون. این ترپدور رو هم میذاریم اینجا. اوکی بچه ها، اینم از این. تونستیم این اپیزود یک فارمی بسازیم که تا اطلاع ثانوی تا وقتی که نتونیم یک فارم آهنی درست کنیم نمیتونیم به صورت خیلی اوکی و خیلی جدی ازش استفاده کنیم. پس اینو میذاریم مخصوص این کار. در اینم میتونیم ببندیم خیلی راحت و باز کنیم که هر وقت نیاز نداشتیم بیبی زامبی اینو بیان واسه اینو ببندیم. بعد وقتایی که میخواستیم بزنیمشون باز کنیم بزنیم ببندیم. کلا کار باز کردن و بستن و اینا خیلی خوبه. خب بریم یه کوچولو هم به این کارهای کشاورزیمون برسیم و دیگه ویدیو رو تموم کنیم. اوکی بچه ها، به مقدار خیلی خوبی مزرعه‌مون داره رشد میکنه و این تیکه از گندما که تا ته رفت و فکر کنم واقعا اپیزود بعدی میتونیم به این قضیه فرم آهن و فلان و اینا نزدیک بشیم و میتونیم یه تحولی توی خودمون داشته باشیم توی وامبلاکمون و میتونیم دوباره برگردیم به دوران شیرز و تبر و فلان و اینا آیرنی. پس بدون معطلی بزن بریم سراغ این که تامنیل این ویدیو رو بگیریم. اوکی آمادهید بچه ها؟ 3 2 1 اسکرین شات. اوکی بچه ها، خیلی ممنون که این ویدیو رو مشاهده کردید. حتما این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید چنل رو اگر تا الان نکردید و دوستتون دارم خیلی زیاد و تا یه ویدیو دیگه بای. میگن خورشید پشتش به ماست، خورشید پشتش به ماست، میگن خورشید پشتش به ماست.